سلام دوستان، خوش آمدید به کانال خودتون کینگ آف ایران. امروز میخوام داستان مادر آب رو به شما بگم. مادر آب یا روح آب که یکی از اساطیر آفریقای غربی و مرکزی شناخته می شود. او اغلب به عنوان موجودی زیبا شبیه پری دریایی با موهای بلند و با دم ماهی به تصویر کشیده می شود. طبق افسانه ها مادر آب زمانی یک زن فانی بود که خدایان قدرت او را ماورا طبیعه کردند و یک ماهیگیر ماهری بود و به خاطر زیبایی و جذابیتش مشهور بود و اغلب کنار رودخانه آواز می‌خواند و می‌رقصید و توجه همه موجودات دریا را به خود جلب می‌کرد. روح آب که تحت تأثیر زیبایی او و توانایی او در صید ماهی قرار گرفت، به او پیشنهاد داد که به او قدرت و توانایی ماورایی می‌دهد در صورتی که مادر آب قبول کند روح آب همسرش شود. مادر آب با اشتیاق قبول کرد و به یک روح آب تبدیل شد مانند شوهرش. مادر آب و شوهرش بر دریا و رودخانه ها حکومت می کردند. ماهیگیران و ملوانان آنها را ستایش می کردند. آنها معتقد بودند که می توانند آنها را از خطر و بلایا حفظ کنند و به آنها پاداش بدهند. اکنون اجازه دهید داستانی کوتاه درباره مادر آب به شما بگم. روزی روزگاری در دهکده کوچک در نزدیکی رودخانه‌ای در آن دو پسر جوانی به نام کوفی زندگی می‌کرد که عاشق بازی کنار رودخانه بود و ماهی‌ها را تماشا می‌کرد که یک روز در حال بازی کردن در کنار رودخانه بود که زنی زیبا را دید که به سمت او شنا می‌کرد. موهای بلندی داشت که در آب جاری بودند و دمی شبیه ماهی داشت. کوفی ابتدا ترسید، اما زن او را صدا کرد و او نتونست در برابر صدای ملایم او مقاومت کند و ایستاد. زن خود را به عنوان مادر آب و روح آب معرفی کرد و از کوفی خواست که با او دوست بشود. روزها گذشت و این دو با هم دوست بودند. روزی کوفی از مادر آب پرسید که مادر آب قلمرو و پادشاهی خودش را به او نشان دهد. مادر آب ابتدا تردید داشت، ولی وقتی دید که کوفی چقدر اشتیاق دارد قبول کرد که به او را به پادشاهی خود ببرد. مادر آب داخل آب رفت و کوفی همراه او شنا کرد. به پایین و پایین و پایین‌تر اقیانوس شنا کردند تا در اعماق اقیانوس او زیباترین و مقتدرترین پادشاهی را دید. دیوارها از مروارید و کف‌های قلمرو از طلا ساخته شده بودند. موجودات دریایی با هر رنگ و اندازه در اطراف شنا می‌کردند و بازی می‌کردند. مادر آب کوفی را به خانواده و دوستانش معرفی کرد. مادر آب به عنوان هدیه یک گردنبند به کوفی داد که از صدف ساخته شده بود و به کوفی گفت که همیشه او را به عنوان نماد دوستی به گردن بیاندازد و اون گردنبند توانایی‌های خاصی داره. کوفی سپاسگزار بود و همون موقع گردنبند را به گردن بست. کوفی به روستا برگشت و همه ماجرا را برای دوستانش تعریف کرد و اونها باور نکردند و فکر کردند کوفی خیال باف است. اما کوفی اهمیتی نمیداد. او میدانست آنچه دیده بود واقعی بود. هفته‌ها گذشت و ماه‌ها. زمانی آمد که دوستان کوفی متوجه تغییرات کوفی شدند و به این فکر افتادند چه چیزی در کوفی وجود دارد که او را اینقدر تغییر داده. یک روز دوست صمیمی کوفی نگاهش به گردنبند کوفی افتاد و خیره شد به گردنبند. او آن گردنبند را میشناخت. آن متعلق به مادر آب است. سریع به دهکده رفت و راز کوفی رو برای همه برملا کرد. دهکده از کوفی ترسید و گفتند حتما او توسط مادر آب نفرین شده. اونها معتقد بودند مادر آب کوفی رو طلسم کرده با اون گردنبند و کوفی دیگر انسان نیست. کوفی سعی کرد جواب دهد که او هنوز همون کوفی سابق است، اما هیچ کس باور نمی‌کرد و کوفی کاملا طرد شده بود. کوفی برای دیدن مادر آب به رودخانه بازگشت و مادر آب به ماجرای کوفی گوش کرد. از شنیدن اینکه دوست کوفی و مردم دهکده کوفی را طرد کردند بسیار ناراحت شد. مادر آب تصمیم گرفت برای آخرین بار به کوفی کمک کند. او گردنبند کوفی را گرفت و با توانایی‌هایی که به او داده بود کوفی دوباره به یک پسر معمولی تبدیل شد. اما کوفی خوشحال بود که درس ارزشمندی در مورد اهمیت حفظ اسرار و خطرات آن گرفت. از آن روز به بعد آموخته بود که او زندگی شاد و رضایت بخشی در روستا داره و هرگز نباید با برملا کردن اسرار او را خراب کنه و هرگز این ماجرا که از مادر آب آموخته بود را فراموش نکرد. دوستای عزیزم، خوشحالم که تا اینجای ویدیو ما را دنبال کردید. خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو هم سابسکرایب کنید. مرسی از همراهیتون. خدا نگهدار.